خب مثل اینکه امشب شب آخریه که تو تورنتو که رفتم و باشگاه هتل رو بهتون کامل نشون دادم. بعدش هم با هم رفتیم مکدونالد و یه ساندویچ خفن سفارش دادیم. بعد از اونم چون خیلی دیرم شده بود باید سریع وسایلمو جمع می‌کردم و اون هتلی که توش بودم و که اسمش چلسی هتل بود و یکی از خفن ترین هتل‌های تورنتو بود و بهتون نشون دادم. پس برو بریم. اومدم باشگاه خود هتلم که اونجا جا داره واسه رختکن ولی برای استخره یا چیز نیست. این باشگاهشه کلن حالت هوم جیمه، کراس داره، یه دونه هم بارفیکس و پارالل، قسمت دمبل دو تا هم شیبدار، توپ و یه سری توپای سنگین که من فکر میکنم الان زیر بغل بزنم بعد برم استخر و یا برم کاردیو بعد برم استخر. برو بریم. این یکی اختراع کردم، لت نداشت، یه خودم یکی درست کردم، قبلش هم بارفیکس بود. گذاشتم اینجا حالت لتش دوتایی، یه دونه نصفش یه دونه می. خب این قسمت چیزشه که میره به سمت کاردیو، نماییه که یم رو به نماز، نمایی باشگاه داخل خود هتله که پایینش کافی نت استور داره. بالا این بودم کافی نت داره، پرینتر داره با صندلی و سانسور من این یه ذره برق داره نمیدونم چرا اومد سانسورش اینجا بودم. دو تا بالاتر از اونه برف داره میاد، خیلی خستم. گوشتم هم هست، گفتم برم مکدونالد هیچ وقت در همین حد میتونم فعالیت کنم. سفارش شدم، شماره 444 شماره ها رو میزنه، این پروگرس رو این در ناسروینگ یعنی آماده شده. اینم منوشه که بیگ مکه، من بیگ مک گرفتم و منوشو جایی که بشینیم. حالا یه چیز جالبی هم که داره اینجا اسمیتی و فلان این داستاناش جالبه دیگهش این قسمت کولا و نوشیدنیاشه که لیوانو میده. اینجا ما فقط دیدم چیزی لیوانو میده خودت برمیداری، هم از اینجا اونا سوس برمیداری و بزنی روی این ساندویچ اینجا یخ منمایی بردی کن. و دوشابه رژیمه میرسه یکی که دودا میزنه، یکی که این درشه این شکلیه. این هم سوسوشی میزنه اینجا و اینجوری میکنه شکلی خوش میده اینجا شکلی. این هم از این از مغازه هم توش هست. همین دیگه برم چیز زمینی بیگم اینم خود بیگ مک با یه دونم نوشابه دایت فیشوگرای رژیمی و یه دونه هوملسه کنارمه. اینقدر که بو میده این وای. او همگی آقا یه روز آخریه که روز شب نمیدونم کجا تورنتو هم یه بودو پا شدم، یه ذره دلم هم درد میکرد، کیساکم رو سریع بستم، زیادم بازش نکرده بودم، همون سری لباسای رود غذایی بوده که خوردم مال مکدونالد و KFC. یه دونه پروتئین بار این از این فقط هم بهتون نشون بدم از ریز استفاده نکردم. اینم همون دستشویی و داستاناش که اینم سیف باکسش بود که چیزی توش جا نذاشتم. از اینو کیساکم کاپشنم اینم که این داستان بیرون هم یه بار دیگه ببینیم. از باشگاهی که این جلوی هتلم بود خود اینو ببینیم. اینجا یه کیاس اینم که میخوره به تقاطع یانگسی همین خیابون این یاد. خب دیگه بای بای هتل. اینم الان خاموش میکنم.
اینو خاموش کردم، شما هم بهشون بگین پارسال رو خاموش کردم. این زیر میرا این آرورا این تو تمام. برو که رفتیم و بریم. یو